درود به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من کامیاب هستم از کانال بیت ها با تحلیل روزانه بیت کوین در خدمتتون هستم. برای بیت کوین از تایم فریم های بالاتر اگه بخوایم شروع بکنیم، همونجور که میبینید فعلا کف 107 رو نگه داشتیم. برای دوستانی که بخوان اسپات روی بیت کوین خرید بکنن در تایم فریم های پایینتر، حالا من عدد دقیق‌تر بهشون میگم، با محدوده 120 تا 122 میتونن وارد پوزیشن بشن. عدد دقیق‌تر رو توی تایم فریم های پایینتر خدمتتون عرض کنم. با یه استاپ بزرگ میتونن وارد پوزیشن بشن، ولی احتمال اینکه ریسک و ریوارد بهشون بده کم هست، مگه اینکه دنبال سود دلاریش باشن که به نظر من کار معقولی نمیتونه باشه. ولی خب در تایم فریم هفتگی ما فعلا سعودی هستیم، یه مقدار لگمون ضعیف شده و میتونید توی مدیریت ریسکتون اعمال بفرمایید این ضعیف شدن لگ رو. RSI هم فعلا چیزی به ما نمیگه، مگه اینکه بخواد برگرده نزدیک به 70. اون موقع ما یک واکنشی خواهیم داد. SMA 25 رسید، قیمت یک مقدار حرکت کرد، حالا داریم میریم بالای SMA 7. احتمال اینکه حرکت داشته باشیم هم نزدیک هست و دقت بفرمایید که چهارشنبه هم خبر نرخ بهره وجود داره، اون رو هم در نظر بگیرید که عنوان کاتالیزور عمل خواهد کرد. خب ما یک مقاومت مهم روی 113,000 دلار داشتیم، شکستیم، یه مقدار بازار رو سعودی کرد، کفای بالاتر زدیم، خط روند رو هم شکونده بودیم، رسیدیم به مقاومت بعدی که اینجا هست، عدد 116,000 دلار که توی کندل 4 ساعته قبلی می‌بینید که فروشنده ها چجوری اینجا وارد شدن و نذاشتن که خریدارها کاری انجام بدن و این نشون میده که اگر یه بار دیگه بخوایم بیایم پایین و برگردیم بالا، شما میتونید اینجا استاپ بای بذارید و ازش استفاده بکنید. اجازه بدید من تایم فریم پایینتر رو هم بهتون نشون بدم. میبینید که توی 15 دقیقه ما از اینجا ریجکت خوردیم و ترجیحاً زیر این کف 114 115 نباید بیاین. اگر از همینجا بلند شین میتونید اینجا پوزیشن باز بکنید. خب برای دوستانی که بلند مدت و اثبات میخوان کار بکنن برای بیت کوین، خب تا زمانی که زیر 100,000 محدوده 100,000 دلار نرفت، اینجا نگرانی و نیاز به فروش نیست. اجازه بدید که ما قیمت بیاد اینجا یه مقدار بازی بکنه، حرکت کنه به این سمت، اینجا که ساختار تشکیل داد، عدد دقیق به دست بیاد و سپس توی اثبات میتونید اقدام به خرید بفرمایید. بریم سراغ دامیننس بیت کوین. دامیننس بیت کوین رو همونجور که مشاهده میکنید یک حمایت خوب داشت، شکستش الان برگشت داخلش. این نشون میده که یه مقدار اصلاح در آلت کوین ها، خاطر که الان بیت کوین هم ریخت، اصلاح در آلت کوین ها یه مقدار بیشتر بوده و شرایط یک کمی به ضرر آلت کوین ها بوده، ولی خب این میتونه یک پول بک هم باشه. ترجیحاً و فعلا کندل به کندل دامیننس بیت کوین رو نگاه کنید یا کوین هایی که به پیر BTC سعودی هستن. برای دامیننس تتر، خب همونجور که مشاهده میکنید ما تریگرهای زرد رنگمون که یکی پس از دیگری فعال شدن، داریم فعلا پول بک میزنیم. حالا ببینیم با این خط 4.33 چیکار میکنه. اگر از اینجا یک استراکچر خوب دیدیم یا دو تا کندل با شادوی خوب دیدیم یا اینجا رو فیک کردیم و اینها، میتونید استفاده بکنید و پوزیشن لانگ روی بیت کوین باز بکنید و تریگر بعدی شما عدد 4.19 است که اجازه بدید قیمت بهش نزدیک بشه و اینجا حتما دیگه پوزیشن داشته باشید، چون ممکنه اینجا رو نهنگی ما رد بکنیم. امیدوارم استفاده بفرمایید. برای توتالو، خب ما توتالو یک خط بسیار مهم داشتیم که شکستیمش، یعنی رنج بزرگ داریم شکستیم. من احساس کردم اینجا پول بک بزنه، ولی فعلا خب حالا داره اصلاح میده. این اصلاح هست تا 38% هم همچنان اوکی هست که این میخواد اصلاح بده. اجازه بدید که بازار ساختار بسازه تا بتونید تصمیم بگیرید. چرا؟ چون اینجا ما وارد شدیم و امیدوارم که شما هم اینجا استفاده کرده باشید از این قضایا. برای توتال سه هم خیلی بهتر حرکت کرد، بیشتر حرکت کرد، چون توتالو کمتر حرکت کرد، یه مقدار بین زمین و هوا بود و تریگر اصلی خودش خط سفید رنگ رو فعال کرد و تقریبا به خط زرد رنگ بعدی ما واکنش نشون داد. احتمالی که پول بک خط سفید رنگ هم داشته باشه وجود داره، پس جای نگرانی نیست. اینجا میتونید نسبت به خط سفید رنگ اقدام کنید، یا اینکه بعد از اینکه اجازه بدید من فیک در نظر بگیرم اون تیکه بالا رو، اینکه قیمت بیاد از اینی که خواست برگرده، با این تریگر بتونید پوزیشن باز بکنید روی آلت کوین های رنگ پایین. آدرز داد دی هم همونجور که می‌بینید خط مهمش رو شکست، به خط مهم بعدی یعنی مقاومت مهم بعدی رسید، فیکش کرد، الان داره اصلاح میکنه. اگر بخواد بیاد اینجا برگرده، حالا چه فیکش کنه چه چند دو تا کندل با شده بلند ببینید که این گلف ببینید یا یک استراکچر ببینید یا یک باکس ببینید، هر چیز اینجا دیدید میتونید از استفاده بکنید برای
پوزیشن لاک فعلا بازار داره اصلاح میکنه تا خبر این هفته پرنوسانی، خبر نرخ بهره است طبق سالهای گذشته قبل و بعدش. حالا ما این سری نوسانا داشتیم، لطفا دقت بفرمایید. برای خود آدرس هم میبینید که تریگرها فعال شدن، این تریگرش هم شکسته، حالا داره اصلاح میکنه، برگشته زیر تریگرش. اقدار باید با تومنینه رفتار بکنید. اجازه بدین ساعت 5 ببینیم چه اتفاقاتی در بازار میفته. یه لحظه عذرخواهی منو پذیرا باشید. خب عذرخواهی میکنم. برای اتریوم به بیت کوین یه تریگر ما داشتیم که فعال شده بود، تریگر کوتاه مدت. بهتون گفتم باید استاپ بزرگ بزنید، همچنان استاپ نخوردید. و اگر بخواید که از تریگر بعدی استفاده بکنید تقریبا عدد 0.014 میتونه تریگر بعدی شما برای باز کردن پوزیشن لانگ روی اتریوم به تتر باشه. این اتریوم به بیت کوین هست، دقت بفرمایید. فعلا رنج هست و به صورت رنج هم برای یعنی دید ما بهش رنج هست. برای اتریوم به تتر خب ما توی یک رنج بزرگتر هستیم. اینجا ما تریگرمون فعال شده، استاپمون بزرگه، هنوز به استاپمون نرسیده، برای ما مهم نیست. فعلا قیمت داره اصلاح میره. از اینجا اگر یه بار دیگه برگشت زیر این خط زرد رنگ نرفت، در ادامه شما اینجا باز میتونید پوزیشن باز بکنید. جای مناسبی است. فعلا اجازه بدید بازار استراکچر بسازه. در تایم و زمانی هستیم که نیاز داریم یه مقدار بازار استراکچر بسازه. یه مقدار هم بازار یکی دو تا کندل قرمز بزرگ زده، حالا روی آدرز و اینا خیلی سعی کنید فوموتون نکنه. اگه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک کنید قطعا در بازار سوده و مانا خواهید. لطفا ما رو به دوستاتون معرفی کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. به امید دیدار.